آغاز کارهای سیاسی آریانا سعید در امریکا. آریانا سعید نهاد برای دفاع از حقوق زنان در امریکا باز کرده است و دلیل این کارهای سیاسی آریانا سعید چیست و نقد مردم از آریانا سعید. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند شجاع، ناماشنا و قهرمان افغانستان که نامش در میان هنرمندان خانم در افغانستان تاریخ ساز شده است. آریانا سعید از زمانی که آوازخوانی را آغاز کرده است، بر علاوه هنر آوازخوانی همیشه خواسته دفاع از حقوق زنان و دختران کشورش کند. آریانا سعید در کشور لندن بزرگ شده است و در آنجا تحصیلات خود را در رشته تجارت به اتمام رسانیده بود. آریانا سعید در سال 2008 در میان مردم افغانستان هنرش به یک بارگی شهره شد و کارهای هنری آریانا سعید در میان مردم افغانستان و حتی خارج از افغانستان جهانیان میشناسد. آریانا سعید بارها برای دفاع از حقوق زنان افغانستان من حیث سفیر، معاون و نماینده افغانها حتی در پارلمان اروپا نمایندگی کرده است و در چندین اجلاس بین المللی برای دفاع از حقوق زنان صدای خود را بلند کرده است. جدیداً آریانا سعید در شهر ویرجینیای امریکا نهاد برای حمایت و دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در این حالت دشوار که طالبان حاکم در افغانستان هستند و زنان و دختران افغانستان دسترسی به حق و حقوق خود ندارند تأسیس کرده است و اولین برنامه خود را از شهر ویرجینیای امریکا نشر کرده است که مورد حمایت بیشماری از مردم و طرفدارانش قرار گرفته است. یگانه نکته‌ای که آریانا سعید مورد نقد علاقمندانش قرار گرفته است طرز پوشش نادرستش در این برنامه می باشد، ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سرفرازی برای تمامی جوانان کشور خود داریم، بالخصوص آریانا سعید. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.